بریم شارفون والا بریم باربری یک خرک کار داریم از این نفر یک خر بخریم. ما بریم نمید قریه ما مشهور است بریم پش از امی اون آدم بگیریم. خوب اسبا و خوب خرا داره میگم. آه نه نوش با است. اونو نموس نه بیا خبرش بریم. نمو خودش من هست اینجا بسته کنم. سلام علیکم. سلام علیکم جور بخیر. سلام علیکم. علیک سلام علیکم. چیال داری خوب هستین؟ خوب چیال هستی؟ دارین؟ ساعت خوب است اینجا است. آه خدا را شکر. مرحمت. طرفات قراری است بفرمایید چه خیرتی. خدمت؟ شکر است خدا را شکر. بخیر باشی. والا میجا آمدیم یک دو خرک کار داشتیم میخواستیم یک خر بخریم. با خب باربری. بسیار خوب. خر هم داریم، اسب هم داریم، گاو هم داریم، سگ هم داریم، پیشک، کل حیوانا را داریم. فعلا اینا یک بیا خر بریم کار سگ داریم کنیم. باز بعدا میم یک اسب از پیشت میخریم. خب بریم بریم این خرا را سل که خرای کوریه. بریم تا یک نشان بده. بریم نه انتخاب کنین کدامش هم میخواین. خرای کوری، خرای خونگی. والا آی نیا خوب است کو. اینی نگهکش خوبش است. اینی نگهکش دیره چند میگی اینی را نه. اینی که $200 کلش. ای دموهای $200 پیسش. $200 زیاد نگفته ای کم که. زیاد گفتی والا کم کن. 195 میشه آخرش. کل جای دیگه از کم کردن نمیتونم. برو یک نیم ساعت سعی سمیش خرطه میگیریم. نه نمیشه. به خاطر که اینا از یوشن همش از یک ساله یگان تا یک ساله خر نداریم در اینجا. کلش 6 ماه 2 ماه 3 ماه 9 ماه کلش برو سعی نوانده. خیلی نمی خرطه میگیریم سعی است خیلی. من چکش کنم. دیگه خیلی پیسه تا بگیر من. تشکر. خبر. خب در روزهای نغز استفاده برین. درست است خدا یارت والا بسیار زیاد تشکر. خوشم. دیگه انشالله باز هستیم چیزی امر خدمت به ما نیست. نه تشکر خدا نگهدار. سری وقت جو سری وقت کلی چیزا بله جان ما خلاص. چیزایش با خود ما خیلی. ما رفتیم خدا بریم بیا عرفان. روز بریم. یه اسب برات خودش ما از میای. پشتم میرم. میای خودش بریم. ما خودش میرم. به نزیرا بریم. پیشو که خر از این سعی که تو بده اون اگر کچه رقم میده و او خوب میده. خوش دید. برای ما بدر شارفانی خرفروش هم در جان ما زد بیخی. انه؟ یا 24 ساعت شیمه خواهد. دست پای از این است ای 24 ساعت خواه است جو نمیخوره. مریض داده پولش خراب مریض است. آه والا خر مریضه برای ما داده. تا اسب همیشه باش بیاد تا بریم. نه از خودش سر اسبم ششته است. سلام علیکم وطندار. و علیکم السلام. خوب هستی سلامت. تشکر. خیلی خوب بود چی با خرخری اومده؟ چی خر خوب بود یه خرت نه جو میخوره نه دیگه صحیح میخوره یک بار در سرش بالا میکنه چیمه نداره چپه میشه. چی رقم خراب بچه های خر اینجا در کلش خرای جورن همش خوبن. چیزی نیست ما میزنیم گرفتی اینجا جور گرفتی ما آوردیم پیسه ما رفتیم شکار کردیم کار کردیم اینجا پیسه پیدا کردیم باز تو آمده کلا چیزا خراب کردی. خب باز چی میخواین برای چی اومدین؟ پیسه ما را بده. چی خیلی پیسه ها بچه برین اینجا که از بجایم خرا نبندم تو برین اینجا بکشین خود بچه نکنین کورا نه پیسه ما را نکنین من اینجا اولاد دارم نکنین بچه پرتش تو در طبیعت کون اسب پرتش در کون اسب کار خوب نمیکنین بگی اسبشون بگی بیا تو بریم من می اسب ما بگیرم خدا سر ما اعلام میکنه. چی فکر کردی بگو؟ باقی خدا زده ای ما کار میکنیم اینجا شکار میکنیم تو اسب ما را میگیره پیسه ما را میگیره. ما ابدا بریم تو بریم زیادی کلی زیر مده یا اوشاب کن غلطه او بچه نکنه شما زورتون نمیرسه مردک برو بیاین یک با یک اخی چی باید ده با یک میان اینجا میترسه نه؟ ما نبودم یک نفر چپید کرده گپ ناق مزن
پیسه ما رو نمیدی؟ نمیتیم بکشین ما هم نمیتیم تون پیسه ما هم به میکشتن آورده میتونم پیسه ما رو نمیدی یا پیسه نیست در خودتون میبینیم پیسه را بار بارش پاتش دست بسته نیاو از بین اگر ما همین جایی یک بلو کرده ای دست شما ایلاش شمکو در جای خرام بند هردتون الله لکه گریخ تمون اسب دیگه اسبش بسیار هست با ما خودش هم بگیرش اسبم بیخی وفادار است به میوه قرانه دیگه از این لینگاش اسبش هم میگیرم ما تربیه میکنم آخ برای اسب زد الله با قرآن اسب از این خیلی وفادار بوده پرتش ده بیلم باشین اگر من اینجا زنده برم ما شما را مکار دارم اینجا زنده برو بخیر برو تو اوجه اگه زنده برای برو بخیر بودی یا برای مرفان جان داد رفت رفت یه اسب از این هم میبریم تربیه میکنم اسب از این بسیار برش وفادار بوده کلام الله مرفان